در این جلسه از آموزش من میخوام در مورد ابزارهایی که نرم افزار لوگوسافت کامفورت داره چند تاشون رو خدمتتون معرفی بکنم. از قسمت فایل ببینید یه گزینه‌ای داره به نام پروپرتیز یا مشخصات. این رو من باز میکنم. خب ببینید در این قسمت ما پروژه‌ای که در حال طراحی اون هستیم میتونیم مشخصات اون پروژه رو در این قسمت بنویسیم که کریتور یا ایجاد کننده و شخصی که این برنامه رو نوشته اسمش رو می‌نویسیم یا اسم شرکت رو، نام پروژه مثلا یکی به جای دیگری به عنوان مثال، اینستالیشن نیم یا شخصی که اون رو روی تابلو پیاده کرده، مشتریمون چی بوده، مثلا من می‌نویسم آذر الکتریک به عنوان مثال، شماره دیاگرام به عنوان مثال، حالا شماره 1. این پروژه رو که ما طراحی کردیم چه شخصی چک کرده این پروژه رو و احتمالا ایرادات احتمالی رو برطرف کرده، مثلا شخص X. بعد کمپانی یا شرکتی که این پروژه رو انجام داد. اگه من اوکی رو بزنم ببینید میرم از این قسمت به قسمت پرینت پریویو. ببینید این پروژه‌مونه که در این قسمت قرار داره. ببینید حالت چاپ پروژه‌مونه، یعنی اگه چاپ بکنیم و به کارفرما این رو تحویل بدیم این قسمت رو ما چاپ میکنیم. ببینید اگه بیام پایین‌تر، اجازه بدید من این مورد اینو سیو کنم تا بهتر بتونم خدمتتون این رو نمایش بدم. به صورت PDF من سیو میکنم. ببینید به صورت PDF سیو. اوکی. خب ببینید این قسمتیه که پرینت پروژه ماست. اگه من بیام پایین‌تر زوم بکنم ببینید اون مشخصاتی که در قسمت پروپرتیز من در حال نوشتم بودم ببینید در این قسمت میاد به عنوان جدول مشخصات پروژه مونه. ببینید حالا این قسمت مثلا لوگوی پروژه لوگوی در واقع شرکت قرار میگیره. حالا این پروژه همون یه صفحه است، ممکنه 10 صفحه 20 صفحه پروژه داشته باشیم که بلوک ها و مواردی که ما طراحی و برنامه‌نویسی کردیم در این قسمت ها قرار میگیرن. حالا ما ورودی های دیجیتالمون I1 I2 چه برچسبی چه تگی دارن چه نامی دارن در این قسمت نوشته میشه و این موارد. ورودی آنالوگ، خروجی هامون، اینها رو ما در این قسمت نامگذاری می‌کنیم، چون برای این پروژه ما برای این موارد چیزی رو وارد نکردیم. این قسمت ها برچسبش لیبلش خالی افتاد. خب این از قسمت پروپرتیز. من اگه برم به قسمت تولز و در این قسمت یه مورد داریم. ببینید سیمولیشن پارامترهای شبیه سازی. در این قسمت مثلا من تو این پروژه 4 تا ورودی دیجیتال دارم، I1 I2 I3 I4 خب که به صورت سویچ هستن. از این قسمت من میتونم وضعیت اون رو تغییر بدم به حالت پوش باتن با کنتاکت باز، پوش باتن با کنتاکت بسته و یا فرکانسی تغییر وضعیت بدم. اینم اوکی میکنم. خب این سیمولیشن هم که اینجا قرار داره همین قسمتیه که ما در موقع شبیه سازی انجام میدیم، همین قسمته. در این قسمت کناری هم چند تا ما تابع ببینید special functions یا توابع خاص. من این رو میزنم. توابعی که ممکنه ما خیلی تو پروژه استفاده بکنیم در این قسمت ببینید ظاهر شدن. اینها اگه دقت بکنید ببینید یه تایمر آن دیلی، آف دیلی و اینها همین این قسمتمونه. ببینید الان اینا آنالوگ، قسمت آنالوگ این قسمتمونه. یعنی در قسمت کناری هم این موارد
وجود دارن تابع RS مون و موارد دیگه، ولی برای راحتی کار میتونیم این رو فعال کنیم، این گزینه رو. در این قسمت هم بیان چه خیلی راحت تر بتونیم از این ابزارها استفاده بکنیم. خیلی خوب. این قسمت ها هم همینطور. ببینید constant، یعنی ببینید constant یا ثابت ها، توابع ثابت. ببینید در این قسمت دیجیتال ها، آنالوگ، توابع پایه و تایمر هامون، کانتر هامون، موارد مربوط به قسمت آنالوگ و این موارد هستش. ما نسبت به پروژهمون از بستگی داره که از چه ابزاری بیشتر استفاده میکنیم. این قسمت رو ما فعال میکنیم که در این قسمت ظاهر بشه، برای راحتی برنامه نویسیمون از اون استفاده میکنیم. ببینید الان این در این قسمت وجود داره، یا این چه توابع گیت های منطقی مونه، اند و اور و نات و موارد دیگه. ببینید سیمبل گیتی در این قسمت شما میبینید. ببینید کات جوین. من ممکنه پروژم خیلی، من اینو فعال بکنم، ممکنه پروژم خیلی پیچیده باشه، برای اینکه حجم سیمکشی که در این قسمت، خطوطی که برای برنامه استفاده کردم، ممکنه پروژم رو خیلی پیچیده بکنه و شخص اپراتوری که ممکنه با این برنامه نیاز باشه که کار بکنه خسته بکنه، از این قسمت میتونم استفاده کنم. ببینید من اینو میزنم، ببینید این برش داده شد. این قسمت متصل میشه به این قسمت. تگی که روی این قسمت نوشته همون تگیه که در این قسمت میاد. یعنی اگه من اینو مجددا جوین بکنم، ببینید الان متصل شد این سیم. قطع میکنم، ببینید پروژه چقدر به عنوان مثال، درسته پروژه ما الان یه پروژه ساده است، ولی چقدر حجم خطوطمون کاهش پیدا میکنه. دقت بکنید، ببینید درک پروژه اینطوری ساده تره. این از ابزار برش و اتصالمون. در این قسمت هم یه دونه سویت ما قرار دادیم، یعنی قرار داده شده سویچ وضعیت لوگو. ببینید من اگه این رو بزنم، ببینید میگه که لوگوتون، سخت افزارتون در وضعیت ران قرار داره، در وضعیت استارت. میخواین اون رو تبدیل به استاپ بکنید، من میزنم مثلا یس. الان من کابل USB به PLC متصله، ولی این مورد برامون روشن نمیشد. برعکس اگه مجددا این رو بزنم، ببینید میگه در وضعیت استاپ قرار داره، در حالت استاپ مود. میخواین اون رو به حالت ران مود در بیارید؟ بله. الان من PLC'م ران شد. از این قسمت هم ببینید میتونیم مدیریت صفحاتمون رو داشته باشیم. مثلا من این رو دو میکنم، ببینید این صفحه‌مون اضافه شد. نسبت به پیچیدگی پروژه از این قسمت ها ما استفاده میکنیم. در قسمت تولز یه دونه ترانسفر ما داریم. ببینید PC به لوگو و لوگو به PC. اینها همون ابزارهایی هستند که تو این قسمت ببینید قرار دارن. جهت پروگرام کردن PLC یا برداشتن برنامه از PLC و ریختن اون در نرم افزار. در این قسمت هم Clear User Program and Password. ما میخوایم پسورد و یا برنامه رو پاک بکنیم. ببینید PLC که ما متصل کردیم الان به این برنامه‌مون ورژن 6. میگه که از این مورد PLC شما پشتیبانی یا ساپورت نمیکنه، ولی برای ورژن 8 تو قسمتی که مربوط به خودشه، پسورد گذاری، تنظیمات IP و این موارد که در این قسمت برای لوگو سافت ورژن 6 پیش بینی نشده و طراحی نشده، برای در واقع ورژن 8.3 ما این قسمت ها رو خدمتتون آموزش خواهیم داد.